بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیک اخی. مشکل این کسایی که سوال میتین همین است که اینا خودشون از توحید با خبر نیستن. برای اینها جایز است که بروند در همون مسجد بخونن، چون اینا مثل همون اماما هستند. اگر یک انسان از توحید با خبر باشد و نواقض توحید بداند، شرک بداند، کفر بداند، اون نیاز به این گونه سوال هم نداره و برسانشون که اینها برای اینها جایز است. من نمیگم نماز این افراد قبول میشود. از پس انسان کافر نماز قبول نمیشد به اتفاق علما. اما اینها که تا این حد جاهل هستند، بگذار خواندن گرانه پس هم مشرکین. الله متعال در سوره توبه میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. و کسایی که مسجد زیرار، یعنی کسانی که مسجد بنا کردن برای ضرر رساندن مسلمان ها و برای تقویت کفر و برای تفریق افکنی بین مؤمنین و این مسجد یک کمینگاه قرار دادن، همین کسایی که ضد الله و رسول می جنگن. و امروز ما گفتیم خودشون میگن که نیست امامی که همراه دولت کار نکنه. وقتی که نیست امامی که همراه دولت کار نکنه و ضد سنت مبارزه نبره، ضد توحید مبارزه نبره، آیا این انسان کافر نیست؟ این انسان کافر است. وقتی که کافر است نماز کافر جایز است؟ قبول است؟ کی گفته قبول است؟ به چی دلیل قبول است؟ اعوذ بالله. اینها هستن که می جنگند. اگر انسان اگر سنت رسول صلی الله علیه و سلم جاری بکنه، اینها هستن که خبر میرسونن. یکی از علتاش همین است که اونجا را کمینگاه، و همین است که بین مسلمان ها همین ها هستن که تفریقه می اندازن بین اهل سنت و اهل سنت یعنی بد نشان میدهن در نزد انسان های جاهل. اگر اینها نباشن و اینها اگر این کارشون نکنن، مردم اهل سنت قبول میکنن. چند علت در اینها یافت میشد. ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى. و قسم میخورن که ما بغیر از نکویی کار دیگر، گمان دیگر، کار دیگر نداریم، ما فقط نکویی را میخواهیم. الله یشهد انهم لکاذبون. الله متعال شهادت میده که اینا منافق هستند، دروغ میگن. لا تقوم فيه ابدا. الله متعال میگه هرگز در اون مسجد نیست نماز نخوانید، بلند نشه در اون نماز. وقتی که مسجد ضرار را ساختند، رسول صلی الله علیه و سلم امر کرد که این مسجد از بین ببره و او را آتش بزنه. حکم مسجد ضرار از بین بردن هست. و زیاد است. خلاص این افرادی هستند که اصلا از توحید بو ندارن، خبر ندارن. با اینا قطع صحبت نکنی خوب‌تره. رفته خوندن گرن نه نماز خودشون قبول میشه. اینا هیچ کس نمیشناسن، نه طاغوت هم میشناسن، نه هیچ چیز نمیشناسن. بارک الله فیکم.